سلام دوستان، امروز میخوام آهنگ عاشق شدم من رو با هم کار کنیم. آموزش این آهنگ رو تقدیم میکنم برای اونایی که این آهنگ رو میشناسن، شنیدن، دوستش دارن. نکته مهم اینه که این آهنگ رو ما به صورت پروفشنال یا حرفه‌ای یاد میگیریم و اگه آماتور هستی، اگه تازه شروع کردی، خواهشاً ویدیوهای قبلی ما رو دنبال کن تا بتونی به این لول دسترسی پیدا کنی. ممنون میشم که با ما همراه باشین تا آخر ویدیو. آهنگ عاشق شدم من دوستان در گام لا ماژور اجرا میشه. گام لا ماژور همونطور که میدونید یکی از دیزهای مهمی که داره دو دیز هستش و از سول دیزش کمتر استفاده میکنیم. در نتیجه آهنگ ما پایه لا داره و چون پایه لا داره یعنی انتهای ملودی توی لا ختم میشه. بیشترین آکوردهایی که براش در نظر میگیریم آکورد ر مینور هستش به اضافه خود لا ماژور. خب ابتدای این آهنگ با یک آرپژ خیلی زیبا شروع شد. کمان که تو اول ویدیو هم دیدین، من یک بار دیگه این آرپژ رو با هم دیگه بررسی میکنیم تا ببینیم که اصلا چی میخواد از ما و ما چه آکوردهایی رو باید براش در نظر بگیریم. خب دوستان به من اگه از این ویدیو خوشت اومد کانال ما رو لایک و سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای دوستان خوبت هم بفرست. ناب و پیروز باشید.